چقدر به ریشه موهاتون رسیدگی کرده باشید، بازم ممکنه ساقه موهاتون آسیب دیده باشه و ضعیف و شکننده شده باشه. چون ساقه مو به خاطر استفاده بیش از حد از سشوار یا عطر مو، آلودگی‌های محیطی یا رنگ و تکونر آسیب می‌بینه. موخوره میگیره و نازک میشه. راهکارهای مختلفی پیش رو مونه تا از این آسیب‌ها پیشگیری کنید. مثلا هر 2 ماه رو که موهاتون رو کمی کوتاه کنید. موهاتون رو با آب داغ نشورید، از وسایل حرارتی کمتر استفاده کنید و از ماسک مو استفاده کنید. اما چه ماسک مویی؟ ماسک موها 2 نوع هستن. یکیشون رو باید توی حمام استفاده کنید و بعد از استفاده موهاتون رو بشورید. یه مدلش هم هست که بعد از استفاده دوم، بعد از استفاده به آبکشی نیازی نداره. این ماسک به خاطر داشتن ترکیباتی مثل سمق کتیرا، مصاره رزماری، گل محمدی، ویتامین ای، گلیسیرین، روغن زیتون و روغن بادام روی سلامت، نرمی، درخشندگی و تقویت بافت موهامون تاثیر میذاره. خب به نظرم وقتی بدونیم هر کدوم از این ترکیبات چه کاری انجام میدن، بیشتر ترغیب میشید که داشته باشیمش. وقتی ساقه موها خشک بشن، نمیتونن درخشندگی و بافت خودشون رو نگه دارن. خیلی هم زود موخوره میگیرن. پس اینجاست که باید یه کاری کرد که ساقه موها رطوبت خودشون رو به دست بیارن. مصاره گل محمدی توی این محصول به عنوان یک آبرسان عمل میکنه و موجب رطوبت رسانی به موها میشه و موها رو فوق‌العاده نرم میکنه. میرسیم به روغن‌ها. روغن بادام که خودش به تنهایی سرشار از مواد مغذی و اسیدهای چرب ضروری و روغن زیتون که هر چقدر از فواید این روغن برای بگم کم بگذارم. هر دوی اینا علاوه بر آبرسانی به ساقه موهاتون حج میدن و باعث تقویت فولیکول مو میشن. و اما ویتامین ای موجود در این ویتامین به فولیکول موهاتون نفوذ میکنه و باعث تقویت و حفظ سلامت موهاتون میشه. طرز استفادهش هم اینه که بعد از حمام وقتی که موهاتون کمی مرطوبه و نم داره، یه مقداری از محصول رو به ساقه موهاتون بزنید و ماساژ بدید. با داشتن ماسک گیاهی نرم کننده و تقویت کننده موی سر لد و راهروار، از داشتن موهای نرم